حکیمی می گفت مصیبت ها برای بیدار کردن می آید، نه برای عذاب دادن. الله رحمان است، الله رحیم است. تو بر پروردگارت گمان نیک داشته باش، خدا تو را نمیخواد تکلیف شد. است که پیامبر میفرماید که حالت انسان مؤمن تعجب آور است. اگر خیری به او برسد و شکر پروردگار را به جای بیاورد باز هم برایش ثواب است، اگر شری به او برسد و باز هم صبر بکند باز هم برای او ثواب است. انسان مؤمن در وقت مریضی خوشحال می شود، چون می داند چه نعمتهای رب العالمین برای او می دهد. سبحان الله. حضرت ایوب علیه السلام 18 سال مریض شدن. گفتن ایوب دعا کن برای پروردگارت که الله سلامتی نصیب بگرداند، الله عافیت را نصیب بگرداند. گفت 50 سال را در عافیت به سر بردم، اگر 50 سال دیگر را هم من در مریضی به سر ببرم و هر دو برابر شوند، آن وقت من دعا میکنم که پروردگار مرا شفا نصیب بفرما. بعضی از مردم چنان هستند که پیش مردم دائم میگویند والله 20 سال میشود که من مریض هستم، 30 سال میشود که من مریض هستم. دائم زبان شکایت، شکر نیست در زبانش، دائم شکوه و شکایت از مریضی هایش میگوید، از مصیبت هایش میگوید. سبحان الله. از پروردگارش شکایت میکند که او را مریض گردانیده است، اما از عافیتی که یک عمر در عافیت و سلامتی به سر میبرد از آن یادآور نمیشود. در نتیجه در عمرش بی‌برکتی، در مالش بی‌برکتی، در کاروبارش بی‌برکتی، در خانواده‌اش بی‌برکتی، چون این انسان هرگز زبان شاکر ندارد. یک روز از خدایش تعریف نکرد که خدای من با من چنین و چنان کرده است. سبحان الله. در نتیجه همه چیز چون الله ناراحت می شود، الله خفا می شود. الله میگوید بنده ام با تو اینقدر خوبی کردم، از پیش من شکایت میکنی، آن هم پیش روی مخلوق و برای مخلوق. بله عزیزان، امراض باید پوشیده بماند تا به عنوان یک سر و رازی باشد در میان تو و در میان پروردگارت. بله عزیزان، اما نعمت را باید اظهار نمود. و اما بنعمت ربک فحدث. چه معنا؟ یعنی نعمت های پروردگارت را یاد کن، بگو با من پروردگارم چنین و چنان کرده است، این خوبی هایی بوده است که از جانب رب العالمین همراه ما شده است. و رسول خدا فرمودند ان الله اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته. الله دوست دارد وقتی که بر بالای یک بنده نعمتی را ارزانی کرده است، الله دوست دارد که اثر این نعمت در وجود شما دیده شود، در لباست دیده شود، در ظاهر وضعیتت دیده شود، در خانوادت دیده شود، در اهل و اولادت دیده شود. حکمت ها را باید از حکما بشنویم، نه از انسانای حکیم دانشمند. میفرمایند وقتی کاری انجام نمی شود حتما خیری در او هست، وقتی مشکلی پیش می آید حتما حکمتی در او هست. چه زیبا. وقتی در زندگیت به زمین می خورید حتما کدام چیزی است که باید یاد بگیرید. وقتی مریض می شوید حتما پیش روی یک اتفاق بزرگ گرفته شده است. وقتی دیگران به تو بدی می کنند حتما وقت آن رسیده است که تو خود را نشان بدی خوبی هایت را، در وقتی که دیگران با تو بدی می کنند. چه زیبا. وقتی کدام مصیبتی برایت پیش می آید حتما امتحان می شوید. با خود فکر کن الان من در صحنه امتحان هستم، من باید امتحان را بدم. وقتی همه دروازه ها به رویت بسته است حتما خدا می خواهد اجر و پاداش بزرگی بابت صبر برایت بدهد. وقتی سختی پشت سختی می آید حتما وقتش است که روحت متعالی شود. وقتی دلت تنگ می شود حتما وقتش است که با خدایت تنها شوید. فرمود ان حضرت صلی الله علیه و سلم تعرف الى الله فی الرخا یعرفک فی الشده. خدا را در آسایش یاد کن که الله تو را در سختی ها یاد کند. و امام شافعی رحمه الله چه زیبا می فرمایند جوهر المرء فی ثلاث. جوهر یک انسان در سه چیز است. یک، کتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك انك غنی. سبحان الله. می فرماید پنهان نگه داشتن فقر تا اینکه مردم احساس بکنن که تو نیاز ندارید، تو محتاج نیستی. دو، و کتمان الغضب حتى يظن الناس انك راض. پنهان نبودن غضب و خشم
وقتش است که باید خشمگین شوید. کسی شما را غیبت کرده است، کسی شما را دو زده است، کسی مال شما را از پیش شما گرفته است، همسایه‌ای بر حق شما تجاوز کرده است، اما خشمت را کنترل میکنید، غضبت را کنترل میکنید. از دور چنان به نظر میرسید که بله راضی استی به رضای الله، چیزی نمیگویید. این نشان و علامت جوهری این انسان است، بزرگی این انسان است. سبحان الله. سوم، و کتمان شده حتی یظن الناس انک متنعم. سختی را پنهان میکنید، شما در سختی زندگی میکنید تا جایی که مردم گمان کنند که شما در ناز و نعمت زندگی میکنید. این نشان جوهری یک انسان است، نشان شخصیت یک انسان است. بله عزیزان، پیش امام احمد بن ابو غالب حربی رحمه الله کسی آمد گفت اماما همراه من پیش حاکم برو، پیش وزیر برو، در مورد فلان مسئله برای من شفاعت کن، واسطه شو که فلان نیازم را برآورده کند، فلان مشکل مرا حل کند. امام حربی رحمه الله فرمودند تو همراه من بیا، 2 رکعت نماز بخوان تا پروردگار و خدایت مشکلت را حل کند. بعد فرمود فرزندم من دروازه بازی را ایله نمی کنم که به دروازه بسته مراجعه کنم. چاقو حضرت اسماعیل را ذبح نکرد، دریا حضرت موسی علیه السلام را غرق نکرد. بله عزیزان، ماهی حضرت یونس علیه السلام را نخورد، آتش حضرت ابراهیم علیه السلام را نسوزاند. با خدا باش، الله از تو حفاظت میکند. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. بگو ای پیامبر هیچ چیزی به ما نخواهد رسید مگر آن چیزی را که الله برای ما نوشته کرده است.